سلام کدبانوهای خونه. اول مرغ‌ها رو میریزیم توی قابلمه. بعد پیاز رو بهش اضافه میکنیم. بعد میریم سراغ ادویه هامون. اول از زردچوبه شروع میکنیم، مقدار لازم رو میریزیم. بعد هم فلفلمون رو میریزیم. سپس آخرین ادویه‌مون هم نمک رو میریزیم. حالا میذاریم مرغا خوب بپزن. تا برای مرغا سرخ بشن میایم که 3 تا سیب زمینی رو پوست کنیم. حالا میایم سیب زمینیامون خلالی میکنیم که بذاریم کنار مرغ خوشمزه‌مون. میریزیم تو منطقه و میذاریم که سرخ شه. بعد که مرغا پخت، حالا وقتی که توی روغن بذاریم و سرخش کنیم. به به صدای جزوریز مرغ‌ها در اومد. حالا آب برنج جوش اومد. برنج رو میریزیم تو قابلمه. بعدم که زعفرون خوش رنگمون رو هم به مرغ و هم به برنج اضافه میکنیم. به به چه موقع خوشت رو بوی. اول روغن میریزیم، بعد هم زرشک میریزیم. هم زعفرون رو بهش اضافه میکنیم. کمی که تفت خورد خاموشش میکنیم. اینم از برنج خوش پختمون. و اینم مرغ‌های خوشمزه. عجب غذای خوش عطر و بویی نوش جان.